خدایا با امید خودت نه خلق بی خودت. دوستای گلم سلام. میگن TU5 هیچی نداره، یعنی تایمش هیچی نداره، خیلی ساده است و خیلی روونه، ولی وقتی که جای ناوارد بره میشه این تصمیم تایمش یه صدایی افتاده داخلش، گفتن که تصمیم تایم بردن یه جایی، تصمیم تایمش عوض کردن تو همین شهر خودمون، هیچ هم نه، تصمیم تایمش عوض کرده. هرزگرد تایم نگاه کنید الان مشخصه اونجا و اون پایینه باز مشخصه که نو عوض کرده، اینا رو عوض کرده بسته. بعد از اون ماشین دپ شده، ماشین راه نمیرفته، صاحب ماشین رفته بهش مراجعه کرده، گفته نه ایراد از کار من نیست، برو شم و وایر شم و چه میدونم بوت و فلان و بهمان این چیزا رو عوض کن. بنده خدا رفته عوض کرده، همه کارش کرده، بازم از نو این مشکل رو داشته. الان به من مراجعه کرده. اینجا من الان یه سیخ زدم داخل سوراخ سیلندر و سنگ فراویل، یعنی میلنگ الان نقطه مرگ بالاست. تایم اینجا رو نگاه بکنید الان مشخصه تایم نیست، همینطور این یکی تایم نیست. و اینکه به غیر از اون ساعتی رو چجوری بسته، ساعتی که باید روبروی شاخص باشه چجوری بسته. حالا ساعتی هم اینجا اصلی نبوده، اون گریز زرده که دورشه مال گریز خود ساعتیه، اون گریز زده بیرون. این تصمیم تایم چیز در حدود فکر کنم 20 روز یک ماه نیست عوض شده. حالا باید باز کنم ببینم، چون هنوز بازش نکردم، ببینم خود تصمیم چی میگه، اون هرزگردش چی میگه. ولی ساعتی رو نه ساعتی رو تایم بسته کاملا مشخصه، نه موتور رو تایم بسته، یه دندون تایم جابجاست. نکنین کارا، نکنین دوستای گلم. وارد نیستین یه دوره‌ای برین، یه کلاسی ببینین، چه میدونم، برای مردم دردسر درست نکنین. موفق باشین.